زده. این خیلی جالبه. ببینید میگفت بازنشسته یکی از ادارات است، نگهبان بوده، حقوق بازنشستگیش کفاف خرج زندگیشو نمیده، حقوقش هنوز واریز نشده، به خاطر اقساط جهیزی دخترش کسب میشه، بعد چیزی بوده 30000 تومان دستشو میگیره. اجاره خانه کلنگیش بالای 250000 تومان، صاحب خانه شاکی از تاخیر اجاره هر روز تعدیلش میکنه، 3 ماهه که داره تامین روپایی میکنه. آنها در کوچه خیابان مردم تشویقش میکنن و شیرینی میدن. میگه فعلا کاری جزئی از دستش برنمیاد تا بتونه دخل و خرج زندگیش رو سامان بده. پیرمردی با دستان پینه بسته و صورتی که رنج سالیان را میشه در لابلای چینه‌های اون خوند، از کودکی فوتبالیست بود اما در هیچ تیم باشگاهی عضویت نداشته. پس از سالها به اینجا رسیده که از هنر کودکی خودش برای خرج دوران پیریش استفاده کنه. صبحا کفش کتانیشو میپوشه، در پارک و در پیاده‌رو به مردم روپایی میزنه و از کمردرد ناله میکنه. نه چاره‌ای داره و نه روی اون رو که سرش پیش خلق خدا کج کنه و دستش رو دراز کنه. عرق ریزان پیرمرد آورده بودن که چند هزار تا روپایی میزنه، آورده بودن که با 60 سال سن، فکر کنم 70 سالش حتی گفتن، حرکت‌های نمایشی رو با توپ انجام بده و حالا تصاویرش با هم پخش میشه و با هم می‌بینیم که وضعیت این در سنش کامل 59 ساله، یعنی پیرمرد، حالا مرد 59 ساله مجبور کنار خیابون اینجوری روپایی بزنه، پول بهش جمع کنن بهش بدن تا جایزه دخترش رو و اقساطش رو بپردازه. حمید اسلام دوست از مشهد فرستادن. کلی هم تکنیکی این پیرمرد عزیز، انواع اقسام حرکات نمایشی هم با توپ انجام میده. بعدش برگردیم، من آخر متنش فکر کنم 2 خطشو نخوندم و گفتم با توپ نون در میاره، این دیگه نوبرشه. پول درآورده از فوتبال البته سال‌هاست که بسیار از فرش به عرش رسونده، اما ندیده بودیم که بشود قوت لایموت یک خانواده. امیدوارم به هر مشکل این پیرمرد هم یه جوری به حال حل کنند. بعدی که دادم تونستم بیا به حال خیلی صورت خوشی خیلی نداره اتفاق رخ بده. کاوه چلنبری قاب خالی رو برای ما فرستادند. برگردان ابوالفضل ماهرخ از قم. این فوتبال در زمین خاکی نیست، این زاینده روده، زاینده رودی که خشکیده و ملاحظه می‌کنید درش دارن به این شکل فوتبال بازی میکنند. این هم وضعیت زاینده روده که دارن درش فوتبال بازی میکنن. گرافیک و کاریکاتور از اسماعیل جعفری از طبس، طرح گرافیکی 90. طرح برای زیرنویس برنامه فاضل میم از تهران. از همه عزیزان تشکر میکنیم. حسین پیروان، محمد جواد بهرامی و سید مجید حسینی عزیزانی بودن که در بخش‌های مختلف از موسیقی برای برنامه ساخته بودن ما استفاده کردیم. خیلی تشکر از همه عزیزانی که رفته برای ما کلی عکس، ما بخشی یعنی شاید 10% این عکس‌ها و تصاویری که می‌فرستید رو فرصت می‌کنیم که تقدیم حضورتون کنیم و عزیزانی که به هر حال عکساشون پخش میشه به بزرگواری خودشون خواهند بخشید. سوال پیام کوتاه ما ملاحظه می‌کنیم، می‌تونیم بعدش سری به آمار هم بزنید تا من برام مستقر بشم. در مورد بازی سپاهان می‌خوایم بریم به جشن قهرمانی تیم سپاهان برسیم. امیدواریم که این جمعه جشن آبرومند برگزار کنند. کاپی که میدن به این تیم خبر از اسب و نمیدونم از این مراسم منحصر به فرد خودمون نباشه، مراسم درخور فوتبال ما برگزار بشه. هرچند که این جشن قهرمانی هم که برگزار شد به هر حال میتونست خیلی بهتر از اینا و قشنگتر از اینا برگزار بشه. یه با پیش مقدمه یه بازار سیاه بلیط فروشی در اصفهان هست، بعدش خود بازی رو می‌بینیم، بعد جشن قهرمانی 1,015,000 نفر در 1 ساعتی که از زمان برنامه گذشته شرکت کردن. مسابقه پیام کوتاه ما 62% گفتن تغییر نخواهد کرد جدول. استقلال دوم، ذوبان سوم، پرسپولیس چهارم. 16% به گزینه 2 رای دادن، 18% به گزینه 3 و 4% به گزینه 4 ما رای دادن. حالا به شکل زیرنویس دوستان براتون پخش می‌کنند سوال پیام کوتاه ما رو و بازی هم که می‌دونید به چه ترتیب هست که تیم دوم جدول که استقلال هست در همدان با پاس بازی داره، تیم سوم که ذوبان هست در اصفهان با تیم استیلازین سقوط کرده بازی داره، تیم چهارم جدول که پرسپولیس هست در تهران با پیکای در معرض خطر
بازی داره و تیم چهارم جدول تراکتور، تیم پنجم جدول که الان هست تراکتور سازی هم در زمین نفت آبادان بازی خودش رو برگزار خواهد کرد. جدول هم بدین ترتیب است که ذوباهن 2 امتیاز کمتر از استقلال داره، یعنی استقلال دوم، ذوباهن 2 امتیاز کمتر داره، سوم بعدش پرسپولیس و 1 امتیاز کمتر از پرسپولیس تیم تراکتور قرار داره. بریم ببینیم حواشی بازی سپاهان و پرسپولیس، بعدش برمیگردیم در مورد اوضاع احوال تیم پرسپولیس باهاتون صحبت می‌کنیم. از اونجا گرفته بودیم. تا کیا فروختی؟ تماشاچی اومده. چقدر میفروختی؟ دونه 5 تومن 1000 تومن سود. 1000 تومن سود می‌کردی؟ آره. چند تا بلیط تهیه کردی؟ نزدیک 50 تا. 50 تا یعنی 50000 تومن سود کردی؟ بله. شما بلیط 6 تومن کجا گرفتی؟ اطراف باجه بودن بازار سیاه بود میفروخته. بازار سیاه 6 تومن. 2000 تومن بازی عقب بوده الان آخر بازی کرده 4000. نه 2 تومنه 2 تومن چرا 4 تومن؟ دیگه این نقش جهان رو بسازن کار مردم حله. ان شاء الله راه میفته 15 سال شد ان شاء الله راه میفته. کار دادن اصفهان بوزاشو میدیم ان شاء الله 6 سال راه میفته بیان ماشاءالله. بابا سپاهان وقتی داره آسیا میشه وقتی داره جهانی میشه 80000 تا 70 وقتی میان تبریز پول نور نشاد داره تماشاگر سپاهان هم به خدا شور حالش زیاده برای چی نمیان من 30 کیلومتر راه نمیان که اینجا بشینن که از ساعت 2 تا حالا من اومدم اینجا وایسادم یه بلیط 2 تومنی ها نیست میگه دونه 6 تومن بخر برو تو یه روز 30 تا بلیط گرفته تو جیبش ریش برو فساریه ساعت 1 تا حالا یعنی هر جا رفتم بلیط بگیرم گفته 6 تومن گفت بلیط 4 تومنی نداری. آقای عزیز محمدی که میگم ما نظارت میکنیم روی این کار، چرا نظارت نمیکنه؟ بلیط الان 6 تومن دارم میدم. بازار سیاه 10 دقیقه دیگه همی که 10 تومن 15 تومن 20 تومن بلیط داری با خودی بلیط نمیذاره بریم تو. تا کی هوادار سپاهان بیان پشت در برگردن؟ بچه‌ها بلیط تمام کردن اینا دارن میان 6 تومن. یک حرکت از سمت راست تو بلند فرستاده میشه به روی دروازه یک ضربه سر خطرناک از ابراهیم توره که به فضای بالای دروازه میره. سپاهانی‌ها کوتاه کار میکنن. کاظمیان موقعیت داره. جواد کاظمیان خسرو حیدری توپ رو میفرسته به روی دروازه یک ضربه سر خطرناک و توپی که با اختلاف کم از کنار دروازه حقیقی به بیرون و دیگه باید تمامی تیم‌ها تلاش بکنن برای فصل بعدی. یه موقعیت اشبه تیم آرفی داخل محوطه جریمه آرفی ضربه رو میزنه و از کنار دروازه به بیرون میره. احسان حاج صفی توپ رو میفرسته به روی دروازه کوتاه هست در اون سمت محسن بنگر باده بنگر میفرسته به روی دروازه یک ضربه سر از عنایتی که توپ به خوبی روی سرش جفت و جور نشد. امسال سال سختی بود همه تیم‌ها خیلی خوب بودن
ولی خب ما تیم ما مطمئنا بهتر از بقیه. این قهرمانی برای ما لذتش بیشتر از سال قبل. چرا؟ خب تکرار قهرمانی فکر کنم خیلی شیرین تره، سخت‌تر هم است. این تیم واقعا پتانسیل این داشت که قهرمان بشه، خدا رو شکر تونستیم قهرمان بشیم. فکر کنم یه سخت